الیزابت میلر سفیر آمریکا در تاجیکستان از بینای نوی یک مکتبی میانه رقمی 67 شهر اسفاره که با مبلغ ایالات متحده ساخته شده است دیدن و با خوانندگان صحبت کرد. وی نخستین سفیر بود که به سوالهای گوناگون طلبه های исфара پاسخ داد. And we heard about this school being built so that more kids could come to school more easily and not have so far to go. So for more than $500,000, the United States government and my embassy helped finish the school for you. خانم میلر افزود که دولتش برای رسانیدن یاری‌ها به ساختمان مکتب و درمانگاه‌ها و دیگر انشاءات اجتماعی تاجیکستان به آن منطقه‌های برتری می‌دهد که مشکل داشته باشند. بینای نوی دو آشیانه مکتب رقم 67 شهر исфара 5 سال پیش برای 460 خواننده ساخته شده، ولی به سبب تنگی جای طلبه‌ها در دو بست تحصیل می‌کردند و برخی هم به مکتب‌های دورتر می‌رفتند. حالا با ساخته شدن بینای نوی دارای 9 صنفخانه‌ای بر هوای زمانوی این مشکل برطرف شده. در سال تحصیل نو همه خوانندگان این مکتب در یک بست تحصیل می‌کنند. قسمتی بازدید از مکتب آزادانه جریان گرفت. من الیزابت میلر، من سافیری من دارسی تاجیکی دارم. فقط من با زبان تاجیکی نگفتم. الیزابت میلر سفیر آمریکا در ضمن صحبت با طلبه های исфара گفت که برای بار اول به این منطقه آمده از دیدار و صحبت ها خیلی خوشش آمده است.